تقریباً تمام عمر به ما یه چیز رو گفتن. اگه میخوای وزن کم کنی، راز ساده‌ای داره. کمتر بخور، بیشتر حرکت کن. این جمله رو انقدر شنیدیم که دیگه انگار یه قانونه. اما اگه بهتون بگم این توصیه نه تنها اونقدر هم مؤثر نیست، بلکه شاید اساساً اشتباه باشه. چی؟ یه نگاه به آمار بندازید. با اینکه 10 ساله داریم همین کار رو میکنیم، آمار چاقی توی کل دنیا فقط داره بالا میره. مثلا توی کانادا از سال 1985 تا 2011 شیوع چاقی 3 برابر شده. یه جای کار میلنگه. یه تناقض خیلی بزرگ اینجاست که میخوایم بازش کنیم. دقیقاً. و برای باز کردنش میخوایم بریم سراغ کتاب کد چاقی از دکتر جیسون فانگ. این کتاب ایده‌هاش یه جورایی مثل یه پتک میمونه که میکوبه روی تمام باورهای قدیمی ما در مورد کالری. پس مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم چرا این رویکرد کالری شماری که انقدر روش تاکید میشه این همه آدم رو ناامید کرده. و خب میخوایم یه مدل جایگزین رو بررسی کنیم که به جای کالری روی هورمون‌ها، مخصوصاً انسولین تمرکز میکنه. خب بیاین شروع کنیم. ایده سنتی خیلی ساده است. چاقی یعنی کالری ورودی بیشتر از کالری خروجی. اما دکتر فانگ توی منابعی که در اختیار داری میگه این فقط علت نزدیک ماجراست، نه علت نهایی. و این تفاوت بین نزدیک و نهایی کلید فهم همه چیزه. فرض کن وارد یه اتاق خیلی گرم میشی. علت نزدیک اینه که گرمایی که وارد اتاق میشه بیشتر از گرمایی که ازش خارج میشه. خب راه حل نزدیک چیه؟ یه پنکه روشن میکنی، شاید برای چند دقیقه حس بهتری داشته باشی، ولی مشکل اصلی حل نشده. آها، چون علت نهایی یه چیز دیگه است. دقیقاً. علت نهایی اینه که ترموستات اتاق روی 30 درجه تنظیم شده. تا وقتی اون ترموستات رو دوباره تنظیم نکنی، هر چقدر هم پنکه روشن کنی، اتاق همچنان گرم میمونه. راه حل واقعی تنظیم مجدد اون ترموستاته. پس توصیه کمتر بخور بیشتر حرکت کن، در واقع همون روشن کردن پنکه است. داریم با علائم می‌جنگیم، نه با ریشه مشکل. باید بفهمیم اون ترموستات توی بدن ما چیه و چطور کار میکنه. چون بدن ما، بدن یه سیستم فوق‌العاده هوشمنده که برای بقا تکامل پیدا کرده. یه مثال عالی توی کتاب هست. مثال نیروگاه زغالسنگ. فرض کن یه نیروگاه برای روشن نگه داشتن یه شهر روزی 2000 تن زغالسنگ میسوزونه و همون 2000 تن رو هم دریافت میکنه. حالا اگه یه روزی ورودی زغالسنگ بشه 1500 تن، مدیر نیروگاه چیکار میکنه؟ میاد همون 2000 تن رو بسوزونه تا ذخایرش تموم بشه و کل شهر توی خاموشی فرو بره؟ معلومه که نه، احمقانه است. سریع مصرف رو کم میکنه. دقیقاً. بلافاصله مصرف رو به 1500 تن کاهش میده تا سیستم پایدار بمونه. بدن ما هم همین کار رو میکنه. وقتی کالری ورودی رو کم میکنی، بدن به طور خودکار مصرف انرژی یا همون متابولیسم رو میاره پایین. برای همین موقع رژیم گرفتن احساس سرما میکنی، خسته میشی، بیحال میشی. بدن داره با تو میجنگه تا تعادل رو حفظ کنه، نه اینکه چربی بسوزونه. خب این منطقیه، اما خیلی‌ها میگن این فقط یک بهانه است. یعنی بدن انقدر هوشمنده که جلوی کاهش وزن رو بگیره. این بدبینی نیست، این علم بقاست و شواهدش هم کوبنده است. بزرگترین و گرونترین مطالعه رژیم غذایی تاریخ، مطالعه‌ای به اسم ابتکار سلامت زنان بود. نزدیک به 50,000 زن رو به مدت 7.5 سال تحت نظر گرفتن. بهشون رژیم کم چرب و کم کالری دادند و گفتن ورزش کنن. یعنی دقیقاً همون توصیه‌ای که 40 ساله داریم میشنویم. 7.5 سال، این یک عمره. نتیجه چی بود؟ حتما کلی وزن کم کردن. نتیجه یه شکست کامل بود. بعد از این همه سال تفاوت وزنشون با گروه کنترل که رژیم عادی خودشون رو داشتن از نظر آماری 0 بود. در واقع دور کمرشون حتی به طور میانگین کمی بیشتر هم شده بود. این مطالعه مثل یه زلزله برای تئوری کالری محور بود. ولی عجیب اینه که هیچ کس در موردش حرف نمیزنه. این دیوانه کننده است. صبر کن ببینم، یعنی بزرگترین مطالعه تاریخ که دقیقاً همون توصیه همیشگی رو دنبال کرده، یه شکست مطلق بوده؟ چرا این تیتر اول همه روزنامه‌ها نشده؟ خب پس اگه کالری شماری جواب نمیده، حتما میتونیم با ورزش بیشتر جبرانش کنیم، نه؟ این نصف دیگه ماجراست. اینجاست که دیدگاه کتاب کاملا متفاوت میشه. ورزش برای سلامت قلب،
مغز، روحیه و تقریباً هر چیز دیگه‌ای فوق‌العاده است. اما برای کاهش وزن یه عامل اصلی نیست. کتاب یه تشبیه جالب داره. میگه رژیم غذایی بتمن و ورزش رابینه. بتمن 95% کار رو انجام میده، رابین یه همراه خوبه ولی قهرمان اصلی نیست. حالا آیا منطقیه که ما نصف وقت و انرژیمون رو بذاریم برای تمرین دادن رابین؟ پس ما داریم کلی وقت صرف تمرین دادن رابین میکنیم به این امید که جوکر رو شکست بده. فهمیدم. ولی شواهد علمی هم اینو میگن؟ کاملاً. توی یه مطالعه یه گروه از آدمای کم تحرک رو گرفتن و برای دویدن توی ماراتون تمرین دادن. این یعنی ماها تمرین سخت و طاقت فرسا. بعد از این همه تلاش، مردها به طور میانگین فقط 2.3 کیلوگرم چربی از دست دادن و زنها 0 کیلوگرم. 0؟ یعنی این همه دویدن و عرق ریختن برای هیچی؟ دقیقاً. و چیزی که شاید از این هم غافلگیر کننده تر باشه، مطالعه روی جوامع شکارچی گردآورنده مثل قبیله هادزا توی تانزانیا است. این آدما تمام روز در حال حرکتن. شکار میکنن، دنبال غذا میگردن. ما فکر میکنیم سبک زندگیشون فوق‌العاده فعاله. اما وقتی محققا میزان مصرف انرژی روزانه‌شون رو با دستگاه‌های پیشرفته اندازه گرفتن، چی دیدن؟ حتما خیلی بیشتر از ما بوده. نه، دیدن که مصرف انرژی روزانه‌شون با یه کارمند معمولی غربی که تمام روز پشت میز نشسته هیچ فرقی نداره. وایستا ببینم. یعنی یه شکارچی گردآورنده که تمام روز در حرکته، به اندازه من که پشت میز نشستم انرژی مصرف میکنه؟ این با عقل جور در نمیاد. چطور ممکنه؟ چون بدن خودش رو تطبیق میده. این مکانیسم جبرانه. وقتی فعالیت فیزیکی تو در طول روز خیلی زیاده، بدن برای اینکه کل مصرف انرژی روزانه رو توی یه محدوده مشخص نگه داره، در زمانهای استراحت مصرف انرژی رو به شدت پایین میاره. پس این ایده که ما چون از اجدادمون کم تحرک‌تریم چاق شدیم، یه افسانه است بیشتر نیست. مشکل اصلی اون ترموستاته. خب اگه کالری و ورزش اون ترموستات نیستن پس چیه؟ اینجاست که دیگه باید از این مدل قدیمی دل بکنیم. مدل جدید میگه چاقیم یه مشکل کالری نیست، یه مشکل هورمونیه و هورمون اصلی که اون ترموستات رو کنترل میکنه انسولینه. انسولین رو میشه به عنوان هورمون ذخیره‌سازی انرژی در نظر گرفت. وقتی تو غذا میخوری، مخصوصاً کربوهیدرات، سطح انسولین توی خونت بالا میره. و این انسولین مثل یه کلید عمل میکنه که در سلول‌ها رو باز میکنه تا قند رو از خون بگیرن. درسته؟ دقیقاً. و هر انرژی اضافی که مصرف نشه، انسولین دستور میده که به صورت چربی ذخیره بشه. در مقابل وقتی غذا نمیخوری، سطح انسولین پایین میاد. این پایین اومدن انسولین سیگنالیه برای بدن که هی وقتشه بری سراغ انبارای چربی و از اونا به عنوان سوخت استفاده کنی. پس بدن ما به طور طبیعی بین دو فاز در نوسانه. فاز ذخیره چربی و فاز چربی سوزی. پس تا اینجا که مشکلی نیست. این یه سیستم طبیعیه. مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از جایی شروع میشه که این تعادل به هم میخوره. وقتی ما به طور مداوم غذاهایی میخوریم که انسولین رو برای مدت طولانی بالا نگه میدارند، مثل شکر، نوشابه، نون سفید، بدن دچار پدیده‌ای به اسم مقاومت به انسولین میشه. آها، میتونیم این رو مثل مقاومت به آنتیبیوتیک در نظر بگیریم. وقتی بدنت رو مدام در معرض یه آنتیبیوتیک قرار میدی، باکتری‌ها بهش مقاوم میشن و برای گرفتن همون نتیجه باید دوز بالاتری مصرف کنی. بهترین تشبیه همینه. در مورد انسولین هم همینطوره. سلول‌های بدن به سیگنال‌های مداوم انسولین کور میشن. دیگه بهش جواب نمیدن. و بدن در پاسخ چیکار میکنه؟ لوزالمعده رو مجبور میکنه که انسولین بیشتری تولید کنه تا کار انجام بشه. این یه چرخه معیوب وحشتناکه. سطح بالای انسولین باعث ذخیره چربی بیشتر میشه و همزمان مقاومت سلول‌ها رو هم بیشتر میکنه و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. و فقط هم انسولین نیست. توی منابع به هورمون‌های دیگه‌ای مثل کورتیزول یا همون هورمون استرس هم اشاره شده. بله، این هم یه قطعه مهم از پازله. استرس مزمن باعث افزایش کورتیزول میشه و کورتیزول مستقیما به بدن سیگنال میده که چربی ذخیره کنه، مخصوصا در ناحیه شکم. یعنی استرس بدون اینکه حتی یک کالری اضافه وارد بدن بشه میتونه باعث چاقی بشه. چون دوباره میگم چاقی یک مسئله هورمونیه.
خب این یعنی چی؟ یعنی ما سالها داشتیم به دشمن اشتباهی حمله می کردیم، تمام تمرکزمون روی چربی بود، در حالی که مقصرهای اصلی یه جای دیگه قایم شده بودن، شکر و کربوهیدرات‌های تصفیه شده. و به طور خاص یه نوع قند به اسم فروکتوز. شکر معمولی از دو مولکول تشکیل شده، گلوکوز و فروکتوز. تقریباً تمام سلول‌های بدن میتونن از گلوکوز استفاده کنن. اما فروکتوز داستانش فرق میکنه. فروکتوز تقریباً به طور کامل توی کبد متابولیزه میشه. مصرف زیادش مثل ریختن بنزین روی آتیش، مقاومت به انسولینه و مستقیم‌ترین راه به سمت بیماری کبد چربه. اینجا یه سوال پیش میاد که شاید برای تو هم پیش اومده باشه. تناقض آسیایی. چرا جوامعی مثل چین که رژیم غذاییشون به طور سنتی پر از برنج سفیده، یعنی یک کربوهیدرات کاملا تصفیه شده، چاق نبودن؟ این یه سوال فوق‌العاده است و جوابش توی یکی از نمودارهای منابعت هست. توی چین مصرف کربوهیدرات کل از همه کشورها بالاتر بود. ولی مصرف شکرشون به شدت پایین بود. اونا کربوهیدرات می‌خوردن اما شکر و فروکتوز نمی‌خوردن. مشکل اصلی برنج نبود. مشکل اصلی کوکاکولا و شیرینی بود که هنوز وارد رژیمشون نشده بود. پس مشکل فقط این نیست که چی میخوریم، بلکه ترکیب این مواد هم مهمه. و یه عامل پنهان دیگه هم هست که ما کاملا نادیدش گرفتیم. زمانبندی وعده‌های غذایی. از دهه 70 یه اتفاق بزرگ افتاد. ما شروع کردیم به خوردن میان وعده. و این شروع فاجعه بود. توی منابع 2 تا نمودار هست که سطح انسولین رو در طول روز نشون میده. توی الگوی قدیمی یعنی 3 وعده غذا در روز، تو 3 تا قله انسولین داری و بین اونها و مخصوصاً در طول شب دوره‌های طولانی با انسولین پایین داری. این دوره‌های انسولین پایین همون زمانیه که بدن فرصت پیدا میکنه چربی بسوزونه. اما الگوی جدید چی؟ صبحانه ساعت 10 یه چیزی میخوریم، نهار، عصرونه، شام. نتیجهش اینه که سطح انسولین تقریباً تمام روز بالاست. ما هیچ وقت به بدنمون فرصت نمیدیم که از فاز ذخیره خارج بشه و وارد فاز سوزاندن بشه. میدونی این دقیقاً همون چیزیه که مادر بزرگا همیشه میگفتن. یادم مادر بزرگم همیشه میگفت اینقدر ریزه‌خواری نکن اشتهات برای شام کور میشه و چاق میشی. من فکر میکردم این فقط یه باور قدیمیه. عجیبه که علم مدرن داره دقیقاً به همون نتیجه میرسه. و این مدل هورمونی یه پدیده تلخ دیگر رو هم توضیح میده. ارتباط چاقی و فقر. چرا چاقی توی جوامع فقیرتر شایع‌تره؟ دلیلش این نیست که غذاهای ناسالم خوشمزه‌ترن یا آدمای فقیر کمتر ورزش میکنن. دلیل اصلی قیمته. به خاطر یارانه‌های سنگین دولتی، محصولاتی مثل ذرت و گندم خیلی ارزونن. در نتیجه کربوهیدرات‌های فراوری شده مثل نون، پاستا و هر چیزی که با شربت ذرت درست شده به شدت ارزون در میاد. در مقابل، غذاهای کامل و سالم مثل سبزیجات تازه، میوه‌ها و گوشت با کیفیت خیلی گرونترن. پس این یه انتخاب فردی نیست، یه مشکل سیستمیه. سیستم غذایی طوری طراحی شده که غذاهایی که بیشترین آسیب هورمونی رو میزنن ارزونترین گزینه‌ها باشن. این واقعا ناراحت کننده است. خب با این همه خبر بد، راه حل چیه؟ چطور میتونیم این چرخه رو بشکنیم؟ اگه مشکل هورمونیه، راه حلم باید هورمونی باشه. کتاب 5 قدم اصلی رو پیشنهاد میکنه که هدف همشون کنترل انسولینه. اول و از همه مهمتر، مصرف شکر افزوده رو قطع کن. این شامل شیرین کننده های مصنوعی هم میشه، چون تحقیقات نشون داده اونها هم میتونن باعث ترشح انسولین بشن. دوم، مصرف غلات تصفیه شده مثل آرد سفید رو به حداقل برسون. سوم، پروتئین رو به اندازه متعادل مصرف کن، نه خیلی کم نه خیلی زیاد. قدم 4 که شاید برای خیلیا عجیب باشه، مصرف چربی‌های طبیعی رو افزایش بده. چیزایی مثل روغن زیتون، کره، آووکادو، آجیل. چربی ذاتاً چاق کننده نیست. در واقع چون انسولین رو تقریباً اصلاً تحریک نمی‌کنه، میتونه یه ابزار قدرتمند برای سیر موندن باشه. و پنجم، مصرف فیبر و سرکه رو زیاد کن. این دوتا به کنترل قند خون و در نتیجه انسولین کمک میکنن.
این 5 قدم در مورد اینکه چی بخوریم بود، اما ما فهمیدیم که چه زمانی میخوریم هم به همون اندازه مهمه. اینجاست که آخرین قطعه پازل وارد میشه. دقیقاً. اینجا مفهوم روزه‌داری متناوب مطرح میشه. این به معنی گرسنگی کشیدن و عذاب دادن خودت نیست. این یه استراتژی هوشمندانه برای ایجاد دوره‌های طولانی با انسولین پایینه. با ایجاد تعادل بین دوره‌های خوردن و نخوردن به بدنمون فرصت میدیم تا اون چرخه مقاومت به انسولین رو بشکنه. ولی اولین چیزی که مردم میترسن اینه که اگه روزه بگیرم متابولیسمم کند نمیشه یا عضلاتم رو از دست نمیدم. اینها باورهای غلط رایجن. در واقع برعکسه. در دوره‌های کوتاه روزه‌داری بدن هورمون‌هایی مثل آدرنالین ترشح میکنه که متابولیسم رو فعال نگه میداره. و برای اینکه عضلات از بین نرن، ترشح هورمون رشد به شدت بالا میره تا توده عضلانی رو حفظ کنه. بدن ما برای دوره‌های گرسنگی تکامل پیدا کرده، نه برای خوردن 6 وعده در روز. ما فقط داریم به تنظیمات کارخانه‌اش برمیگردیم. خب، پس اگه بخوایم همه اینها رو جمع‌بندی کنیم، تصویر نهایی چی میشه؟ انگار کل پارادایم عوض شده. دقیقاً. اول اینکه چاقی یه مشکل کالری نیست، یه مشکل هورمونیه. دوم اینکه کلید اصلی این مشکل هورمون انسولین مقاومت به اونه. سوم، مخزرهای اصلی که این مشکل رو ایجاد میکنن، شکر، غلات تصفیه شده و از همه مهمتر، الگوی خوردن مداوم و بیوقفه هستن. و چهارم، راه حل دو قسمتیه. اول خوردن غذاهای کامل و طبیعی و دوم ایجاد تعادل بین زمان خوردن و نخوردن با ابزارهایی مثل روزه‌داری. پس به جای شمردن وسواسگونه کالری ها، باید تمرکزمون رو بذاریم روی کیفیت غذامون و زمانبندی وعده هامون تا هورمون هامون رو به نفع خودمون تنظیم کنیم. این یه رویکرد کاملا جدیده. و این یه سوال نهایی و خیلی مهم رو برای تو به جا میذاره. کتاب به یه نکته تکان دهنده اشاره میکنه. وقتی یه مادر باردار سطح انسولین بالایی داره، این انسولین بالا مستقیما از طریق جفت به جنین منتقل میشه. این باعث میشه نوزاد با وزن بیشتر به دنیا بیاد و ترموستات بدنش از همون اول روی تمایل به چاقی تنظیم بشه. وای، پس چاقی میتونه یه چرخه باشه که حتی قبل از تولد ما شروع میشه و از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. دقیقاً. پس سوال اینه، اگر چاقی چرخه‌ای است که میتونه حتی قبل از به دنیا اومدن شروع بشه، این چه معنایی برای مسئولیت جمعی ما داره؟ مسئولیت ما برای تغییر محیط غذایی، نه فقط برای سلامت خودمون، بلکه برای سلامت نسل‌های آینده که هنوز به دنیا نیومدن. این فکریه که میخوایم تو باش تنها بمونی.